2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. سلام شب خوش. سلام شب خوش. فکر میکنم کارتم مشکل پیدا کرده در باز نمیشه. یه نگاه بندازم. بفرمی. ممنونم. خواهش میکنم. کمکتون کنم. آروم آروم تکون نده. الان داریم چشم سومو باز میکنیم. اینجا هم قولنج هست. اینجا نمیاد. به سلامتی. این خالکوبی تا آخر عمرت همینجا میمونه. واقعا امروز منو خیلی خسته کرد. نمیدونی چه کاری ازم کشید. تازه به هم میگه ساعت 9 صبح بازم میای. یعنی چی کارا کرده؟ خب تونستین با این آقای قد بلند خوشتیپ به تفاهم برسین؟ گرکم ول کن تو رو خدا. چه تفاهمی؟ این مرد رسما از دنیای مدرن فاصله داره. چیزی از ادب و احترام و جنتلمن بودن سر در نمیاره. یعنی یه آدم به درد نخوره خسته کننده است. واقعا خسته کننده. اصلا اینجوری نگو. باید یه چیزی بگم. اون مردی که تو اینجوری میگی کلی خطر داره. میگه اون نگاهی جذاب، چشماش مثل خورشیده، نمیتونی نگاه کنی. من خیلی خوب میدونم سعی دارین چی کار کنین، ولی بذارین خیالتون رو راحت کنم. احتمال این کار از احتمال اومدن فضایی‌ها به اینجا خیلی کمتره. یعنی تقریبا صفره. صفره؟ عزیزم اون اصلا به تو نگاه نمیکنه چون اون دوست دختر داره. اصلا انگار پسر چند سال دنبال این افتاده. پرنسس ما اونو نمیخواد. در ضمن راحت میتونه بهتر از تو رو پیدا کنه. این دیگه خیلی سخته. سخته؟ تو جزیره کلی دختر مثل دستگال داریم، همشون دختر با ادب و خانواده دارن. اون وقت من چیم صادق؟ عزیزم تو یه ماهی نقره‌ای هستی که روی زمین افتاده، اونم یه چهره با اصالت زیبا. این عشق همه جا رو میدون جنگ میکنه. اوف ای بابا بس کنین دیگه. خیلی خوب، من میرم خونه استراحت کنم. فردا بازم میخوام برم سر ساختمون. خیر سرم. صورت حساب عزیزم. با فاطمه گفتی خونه رو میفروشی؟ نه جونمونم، میگه من کمکت میکنم. نمیخوام.
دختر وقت مغرور بازی الان داریم از دانشگاه دخترت حرف میزنیم ما. من شب با لطیف حرف میزنم. بابا گفتم نمیخوام دیگه. ای بابا تا امروزم همه چی خودم حل کردم، بعد از اینم همین کارو میکنم. تازه بعد از رفتن نهیر این خونه واقعا برام بزرگه. خوبه دیگه، یه خواب برام کافیه. زینب اینا رو نخور، برای مهمونا چیزی نمیمونه. باشه بابا. سلما من این روزا خیلی عجیب غریب شدم. یعنی یه هوی تب میکنم، هوا خیلی گرم میشه، بعدش خوابم میاد، دلم میخواد همش بخوابم. نکنه من دارم وارد دوران یائسگی میشم. آی مامانمونو یادته؟ ساکت انشالله که به اون نرفتیم. زمستونم میگفت در پنجره رو باز کنین، دارم میسوزم. تا بستونم خدا بیامرز میگفت رو من یه دور پتو بندازین. خدا. زینب ببین چی میگم. چطور آزمایش قند خونتو بگیریم ها؟ یعنی خب بالاخره سن سالی ازت گذشته. مگه من چند سالمه؟ تا 2 شیرینی خوردم تبدیل به دیابتی شدم؟ حرفا میزنی ها؟ دختر من خیلی به سلامتی و تغذیه‌ام اهمیت میدم، همیشه خیلی خوب تغذیه میشم. مگه کار راحتی همچی اندامی داشته؟ عین ترکم. سلما نگاه کن منو ببین، چاق شدم من؟ چرا میخندی؟ باشه نه چاق نشدی. یه نگاهی بنداز دیگه. یعنی با تو رو لو دادی؟ آفرین. لازم نیست تشویق کنی. هر کاری که باید میکردم کردم. از کجا فهمیدی ها؟ بی تو چه؟ نه یعنی چون هیچ ردی ندیدم واسه همین. به نظرت کی میخواست این کارو کنه؟ کسی دیگه ای به نظرت میاد؟ یعنی عشقتون تموم شد داره؟ تو میدونی حزیران کجاست؟ من دارم از شما حرف میزنم. تو 2 روز چه عشقی؟ چرت و پرت نگو. عشق چیه؟ 2 روزم میشه، حتی 2 ثانیه هم میشه. آخه تو از این چیزا چی میفهمی؟ بچه تو مگه چند سالته؟ برو بازی تو بکن. ببین به حسابت میرسم و گفته باشم. ادل فردا میریم کلانتری دخترم. اعتراف تو امضا نزدی. باشه بابا. من نباید اون مرتی که رو تو خونه راه میدادم. برای اینکه باباش مشکلش پیش نیاره راش دادم. کار اشتباهی کردم، ولی کجا میدونستم آخه اینجوری میشه. خودتو ناراحت نکن با جناح، تموم شد رفت. الانم که زندونه. البته اونم گناه داره، مادر و پدر نداره، تنها طفلک گناه داره. هی بابا فاتح، چقدر دلم براش سوخت. اون یارو که دلت با حالش میسوزه به خاطر اقدام به قتل زندانی شده، نگو گناه داره. ای بابا میدونی راستشو بخوای دوست داشتم با تو نره. یعنی درست هم اذیت میکرد، ولی خیلی باحال بود. چه بدونم نبودنشو حس میکنم. بالاخره اونم گناه داره. معلومه مغزش خوب کار نمیکنه، به یه کمک اساسی نیاز داره. بیچاره وضعیتش تو زندون بدتر میشه. اصلا پشیمون به نظر نمیرسید که. یه جوری به نظر میرسید انگار کاری که کرده راضیه. حتی وکیلم نمیخواست. منم اصلا دلم نمیخواست اینطوری بشه، اما با تو مشکل داره. حالش خوب نمیشه. مثل ساختمونای مشکل دار ترکای بزرگی داره، باید خراب شه. ما میتونستیم با هم باشیم، ولی با خودش منم زمین زد.
آبجی از ایران داره زنگ میزنه. الو آبجی از ایران. نهیر جون چطوری؟ خوبم. ببین همه اینجان بهتم سلام میرسونن. مامانم، خالم، داداش لطیف، داداش فاتح، ایدیل. تو هم به همه سلام برسون. من به خاطر چیز زنگ زدم، یعنی خواستم بپرسم کارا توی هتل چطور پیش میره. بیرجیک، من میخواستم درباره جزیره ازت بپرسم. همه چی رو به راه دیگه؟ آره؟ مگه تو کجایی؟ من یه کمی دور شدم، خارج شهرم. این نکنه رفتی پیش حاضیران؟ نه پیش حاضیران نیومدم. در ضمن نمیدونم حاضیران کجاست، خیلی هم مهم نیست. پویراز تو برای پرسیدن وضعیت جزیره به من زنگ نمیزنی؟ نکنه نگران داداش پویرازی؟ نه عزیزم، چرا باید نگران پویراز باشم؟ همچین چیزی نیست. ببین من نگران حاضیران نیستم، یعنی واسه این بهت زنگ نزدم. خوبه، وضعیت جزیرم خوبه، همین چی آرومه. طبق معمولم که صادق و گورکن پیش منو بهت سلام میرسونن. ها مرا فراموش نکن کاپیتان. ای مرد هیزم شکن، بدون پیدا کردن حاضران نیا. خب کارا که توی هتل خوبه، مشتریام خوبن، داداش پویرازم خوبه. امروز خیلی کار داشت. درباره یه هتل حاضران باید یه سری مدارک رو امضا کنه. تو بگو که نهیر بهش زنگ بزنه. فهمیدم عزیزم، یعنی تو میگی حالش خوب بود پویراز؟ خوب بود دیگه، خوب باشه، چون نمیخوام ناراحت باشه. حالش خوب بود دیگه، درسته؟ خوبه حاضران خوبه. میفهمم نگران حالش. روی کارش تمرکز کرده، زیاد با ما حرف نمیزنه، ولی فکر کنم خوبه. به نظر من که خوبه. رفته شهر. منم واقعا نمیدونم کدوم شهر رفته. احتمالاً داره خودشو سرگرم میکنه دیگه. آخرین بار دنبال یه کار بود، شایدم پیدا کرده، نمیدونم. با دوستای قدیمی خودش ملاقات میکنه. یعنی حتما حالش خوبه دیگه. به کارای هتل رسید، درباره هتل کلی ایده جدید داد، حتی با مادرش آشتی کرده. خیلی خوشحال بودن، با هم دیگه اومدن شام. خاله عالیه‌ام اومد. داره همه تلاششو میکنه که سر پا بمونه. فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. همه چی رو به راهه. داداش پویرازم مثل همیشه قوی و آرومه. مرسی نهیر جون. خوبه. خوشحال شدم. نه من به خاطر هتل زنگ زده بودم. آره بگذاریم، تو به همه اهالی جزیره سلام برسون. باشه، به همه سلام برسون، همه رو از طرف من ببوس. باشه، خداحافظ. باشه، خداحافظ. همه رو میبوسم. فرمانده بگوشم. میگه فرمانده بگوشم. اوف، شوخیت گرفته؟ یکی طلبت. تو چطوری تونستی؟
دست درد نکنه، ولی آخه تو چرا اینجا خوابیدی؟ من شبکاری رو دوست دارم. تازه بی سر و صدا میشه. کاری هم نداشتم، گفتم کارو تموم کنم. خب چطور شده؟ واقعا خیلی خوشگل شده. وقتی وارد شدم اصلا باورم نمیشد. حتی یه جوری لباس پوشیده بودم که نتونی ازم کار بکشی. اینجا رو ببین، لباس خوب پوشیدی، حسابی به خودت رسیدی. ماشاءالله. دیروز تو به من کمک کردی، امروز من به تو کمک میکنم. تمام جعبه‌ها رو باز کنیم، همه چی رو بچینیم. تو هم وقتی فردا اومدی شروع به فروش میکنی. نظرت چیه؟ آره خیلی خوب میشه. بازم ممنونم. این چه حرفیه؟ گوشیمه تصویری زنگ میزنه. دردانه عشقم عزیزم، بذار آنتن نمیده برم دم در. صبر کن عشق من، چطوری عشقم؟ خوبی؟ دلم خیلی برات تنگ شده بود عزیزم. صادق تو سری این کار رو حلش بکن باشه؟ باشه حبجی. ولی ببین فاتح چیزی ندونه باشه. فاتح ندونه. این واقعا برای من خیلی مهمه. خیلی خوب، شما نگران نباش حبجی. این خیلی موضوع مهمیه برای موضوع خانوادگی، بنابراین هیچ غریبه‌ای نباید بدون صادق. باشه حبجی، ولی بدون اینکه کسی بفهمه چطور کار پیش بره؟ حقیقت قربانه. خب اینم درسته. آره اینم درسته. حداقل فاتح نفهمه، یا اینکه بعد از اینکه تموم شد همه چی رو بفهمه. چه بدونم صادق، نمیدونم. خیلی خوب باش. ببین من بهت اعتماد کردم و تا امروز اینو حلش میکنی. باشه صادق، زود باش، برو خیلی زرنگی. خیلی ممنونم. سلام. ببخشید، این خونه حبجی سلمه رو دیدی؟ ما میخوایم اونو بفروشیم. اگه کسی رو میشناسی که بخواد بخره بهش خبر میدی، فقط به کسی نگی. خواهش میکنم سیکرت باشه. خب حله. دمت گرم. ببینم حبجی سیویل. سلام صادق. خوبم، تو خوبی؟ خوبم، تو چطور؟ داداش رضا نیست؟ ندیدیش؟ نه. چند روز پیش گفت داره برای بچه ها دنبال خونه میگرده. خب حبجی سلما داره میفروشه. اون به ذهنم رسید. میدونی جاش خوبه، حیات بزرگ داره، بخوایم بخرین خیلی خوبه. با داداش رضا بگو بهم سر بزنه. خب ولی اینو زیاد به زبون نیار. خب نمیخوام بپیچه دیگه. باشه. دمت گرم حبجی. ممنون. صادق، سلما داره خونشو میفروشه. کدوم سلما؟ چه خونی؟ اعصاب منو خورد نکن، سریعتر حرف بزن صادق، تا نزدم دهنتو سرویس نکردم. سلما چرا داره خونشو میفروشه؟ این دقیقاً موقعی اون تصادف اتفاق افتاده. احتمالاً سعی کرده خودکشی کنه. وقتی به دیوار زده، لحظه آخر روی ترمز زده. لحظه آخر از ماشین پیاده شده. علامت کمربند ایمنی روی سینه‌اش به خاطر همینه. خودکشی؟ بله ببینید، این وقت شب خیلی سری میره. میخواد به دیوار بکوبه که ترمز میکنه. ترمز یهویی. معلومه منصرف شده مرتیکه احمق. اگه بگه کار من نبود و این وقت شب اینجا بودم، اینقدر تلاش نمی کردیم. 2 روز دنبال مدرک علیهش هستیم. اینو دیدیم فهمیدیم کار با تو نبوده. یک کلمه هم حرف نزد. نمیتونم باور کنم که کار با تو نبوده باشه. ما هم بی خودی بهش تهمت زدیم. یعنی خواسته خودکشی کنه. با عقل جور در نمیاد. بیچاره. آخه پسر تو که بیگناهی، چرا هیچی نمیگی؟ چرا صدا در نمیاد؟ چرا دفاع نمی کنی؟ شاید ناراحت شده، نتونسته بگه میخواسته خودکشی کنه. این اتهامات رو رد نکرد. یعنی ممکنه. برو به سلامت.
باتو باتو خواهش میکنم یه دقیقه وایسا، خواهش میکنم. من فکر کردم تو اون کارو کردی. منو ببخش، واقعا فکر کردم. منو ببخش، آخه تو هم هیچی نگفتی. من فکر کردم تو این کارو کردی، به خدا نمیدونستم. روی بدنت اون رد دیدم. ازت سوال کردم، هیچی نگفتی. خب من فکر کردم تو این کارو کردی. منو ببخش، خواهش میکنم، ببخشید. چرا حرف نمیزنی؟ پس کی میخوای با هم حرف بزنی؟ ها؟ با تو میخوای به پات بیفتم؟ منو نگاه کن، به من نگاه کن. دیگه هیچ وقت به خودکشی فکر نکن، باشه؟ تو چطور میتونی به این چیزا فکر کنی؟ چطور نمیتونی منو ببینی؟ چرا به اینجور چیزا فکر میکنی؟ بس من چی؟ چرا به من فکر نمی کنی؟ اگه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم؟ اگه بلایی سرت بیاد من دق میکنم. بیا خواهش میکنم. تموم شد. ما با هم دیگه خوب میشیم، باشه؟ حالا فرض میکنیم که کار این پسره نبود، هرچند هنوزم نمیخوام باور کنم، ولی قبول میکنم. پس کار کیه؟ بله دوستان، انگار آماده مراسمیم. همه جای خودشون باشن. ممنونم. پویراز حاضر. تو اینجا چی کار داری؟ جایزه بردیم. جایزه چی؟ آره، مگه تو برای جایزه نیومدی؟ یا اینکه تو هم مثل من جایزه رو بهونه کردی؟ حاضرن خانم، میشه یه سر بیاین بیرون؟ الان میام. به نظرم مغازه داره خیلی خوشگل میشه. نظرت چیه؟ اینجوری بگم برات که بهترین مغازه اکسسوری خاورمیانه و بالکانا تا به امروزه، تا اون حد پرمدعا. وای خوشگله، اینو ببین.
دردانه. آره عشقمه، عشقم. چقدر خوب. میدونی به خاطر اون به گلوله هم کله میزنم بی تردید. خودمو میندازم تو دل آتیش، تا همون حد آدم کشی هم میکنم، به کسی رحم نمیکنم. خب دیگه چه لزومی داره بی خودی آدم بکشی؟ خب عشق ما اینجوریه تا پای مرگ. خیلی خوبه آدم یکی تا این حد دوست داشته باشی. آره توی این زندگی آدم به کسی نیاز داره که رازشو باهاش شریک بشه، دردشو بگه. یکی که بی قید و شرط دوستش داشته باشه رو میخواد، وگرنه نمیشه این زندگی رو تحمل کرد. ای بابا باشه دیگه، بهم درس زندگی نده که کارتو انجام بده. باشه حالا من که چیزی نگفتم. رئیس الان کارمو ادامه میدم. خیلی ممنونم. هتل صندل آقاجی جایزه هتل دوستدار طبیعت ها میگیره. راستش من قصد نداشتم که بیام اینجا، هرچند به نظرم درست نیست که این جایزه رو بدن به من، چون که محافظت از اطرافمون وظیفه همگانیه که اونو تمیز نگه داریم، براش احترام قائل بشیم. ما فقط به وظیفه خودمون عمل کردیم. امروز اومدم اینجا چون که یکی بیشتر از من مستحق این جایزه است. به خاطر همون فکر کردم که باید این هدیه رو بگیره. همتون اونو میشناسی، به سخنرانیش گوش دادی. من زیاد حرفمو ادامه نمیدم. حاضران صدفه، بیشتر از همه تو مستحقش هستی. این جایزه تو. لطفاً یکم نزدیکتر بایستیم. به تبریک میگم. منم به تو تبریک میگم. حاضران ببین، میدونی چرا اومدم اینجا؟ حاضران خانم تبریک میگم. همینطور به شما، هم به خاطر جایزه هم به خاطر موفقیتی که توی اولین کار اجرایی داشتید. خوب شد که پیشنهادمو پذیرفتید. تصمیم محشری بود. خیلی ممنونم آقا پویراز، شریک سابقم، آقا کوتاهی رئیس جدیدم. آقا پویراز خیلی خوشوقتم. خیلی اتفاق بزرگیه که اینجا با هم روبرو شدیم. شیفته سخنرانیتون شدم. پای تک تکشون رو امضا میکنم. محیط اطراف برای همه هست، خصوصا تو این هتل به بازیافت اهمیت زیادی میدیم. مایلم به زودی راجع به سایر جزئیات باهاتون حرف بزنم. اگر اتفاقی با هم روبرو نشده باشید، پس یعنی قبلا با هم کار میکردید. راستش آقا پویراز زیاد از جزیره بیرون نمیرن، البته خارج نمیشدن. من که اینطوری فکر میکردم. مشخص چندان خوب نشناختمشون. شما هم خیلی زود با زندگی شهری اخت گرفتید، اونم همچین روزی. موفقیت بزرگی. بله اینجوریه. من برگردم سر کارم. روز خوش. مجدد تبریک میگم. Niyazi abi, ne haber?
nasılsın? İyi valla, bir yaramazlık yok. Ne var ne yok, ne yengemler nasıl? İyi valla, babanı göremiyorum bu ara. İyi mi Latif Başkan? İyi Latif Başkan çok iyi, biz hadi gidelim. Nereye gidiyoruz؟ کار میکنه؟ آره کار میکنه. بابا چیزی گفته ببینم اطلاع رسانی لازمه؟ بله باید اطلاع رسانی کنیم. برو سمت بازار، برو. این از کجا گاز میخوره؟ ایدیل جان ببینم تو میخوای چی کار کنی ها؟ داداش نیازی چند بار باید بهت بگم برو سمت بازار وگرنه برات بد میشه. خیلی خوب، بد که نمیشه ولی باید اطلاع رسانی کنیم. تو رو خدا روشن کن بریم. بابا چی؟ اون خبر داره داداش نیازی، بریم. خیلی خوب باشه میریم. 1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 امتحان میکنیم. امتحان میکنیم. این پسره کجاست؟ اونهاش وایسا. برو نزدیکش وایسا. یواش. توجه این اطلاعی است. توجه کنید. ایدیل دخترم داریم چی کار میکنیم؟ وایسا باتو، کجا داری میری باتو؟ تو رو خدا برو دنبالش، تو رو خدا. بحث دل و دل دادگی، خواهش میکنم راه بیفت برو. لازمه همگی آگاه باشی. من از باتو عذرخواهی میکنم. آراستی من ایدیل سالاک. خب آدم خطا میکنه. خب منم خطا کردم دیگه. من کاری نکردم که خطا کردم. شما خطا نمیکنی؟ همه مستحق یه شانس دوم هستن دیگه. خب منم خطا کردم، مستحق یه شانس دومم. من دل باتو رو شکوندم. ازش معذرت خواهی میکنم. داداش برو نزدیکتر. الان میخوریم بهش. نه چیزیش نمیشه، برو نزدیکتر بزن بهش. باتو صدای منو میشنوی؟ باتو من دارم ازت معذرت خواهی میکنم. خب ممکنه هر کسی یه خطایی بکنه بعد پشیمون شه و معذرت خواهی کنه. پسرم تو هم ببخش، کشش نده دیگه. نگهدار داداش، نگهدار. باتو معذرت میخوام. واقعا معذرت میخوام ازت. تو رو خدا منو ببخش. منو بخشیدی؟ همدیگر رو ناراحت نکنه. عشقم گریه نکن. فاتح شرمنده در باز بود، نمیخواستم بترسونمت. من الان چندان مساعد نیستم. نمیدونم چرا نخواستی بگی. همه فهمیدن الا من، ولی خب یه جوری فهمیدم. اشکال نداره، جونت سلامت. فاتح همچین چیزی نیستش. پس یعنی تو به اندازه کافی دوستم نداشتی؟ به اندازه کافی منو جزئی از خانوادت نمیدونستی؟ شاید من اشتباه فهمیدم. گفتم که اشکالی نداره. فاتح اینو بدون که من نهی رو به حال خودش رها نمی کنم. تو اگه منو توی زندگی جا ندیم بازم من داشت نهیرم. خواستم مدال افتخار این جزیره بشه. خوشحال میشم این پول واسه همچین هدفی استفاده بشه. یه مرد تک و تنها. وقتی نهیر یه روز برگشت اقلا یه خونه‌ای داشته باشه.
این خونه رم نفروش. فاتح با من ازدواج میکنی؟ چی؟ شنیدی دیگه، من به اندازه کافی دوست دارم، به اندازه کافی حس میکنم از خانوادمی. درست متوجه شدی؟ با من ازدواج میکنی؟ سلما، من با اینو از تو میپرسیدم. جواب بده. بله بله. آره توی هتل ما میشه اجرا کرد. تاریخ مناسبی بود بهتون خبر میدم. بله آلپر. نه چیزی نیست، من حالم خوبه. اومدم هتل با صاحبش آشنا شدم. نه من حالم خوبه، مشکلی نیست. شما چی کار کردی؟ خب چه میشه کرد، ما هم اومدیم. سلام فراری. خوش اومدین. حالا اینقدر زود خوشحال نشو، بعدن بهمون بر میخوره ها. آدم وقتی دوستشو ببینه خوشحال نمیشه. ببینم حاضیران کجاست؟ روبرو شدین؟ واقعا عاشقین به خدا. اونم اومده اینجا کار میکنه توی هتل. نمیدونم چطوری، اونم یه روزه. منم اومدم مراسم تجلیل جایزمو بگیرم و برم. اینجوری نگو پویراز، هممون میدونیم که این حقیقت نداره. اگه خواستین باور کنید، نخواستینم نکنین. حقیقت همینه. با اجازتون. خوش اومدی. خیلی ممنونم. ملیسا نمیشه که نمیشه، هیچ جوره نمیشه کاریش کرد. نبوده من براش اهمیتی نداره. خودت داری میبینی مراسم تجلیلم که میاد، شبم لابد با صاحبین هتل میرقصه. آره خوش میگذرونه. خوبه، خیلی خوبه. منم دیگه میرم پی زندگی. خب شاید اومده دیدن تو، نه واسه مراسم. نظرت چیه حاضیران؟ من پویرازو میشناسم، اون به خاطر من نیومده. خیلی خوبه. اینجا واسه خودش کارم جور کرده. پس یعنی از قبل بهش فکر میکرده. از قبل نقشه همه چیو کشیده. اگه از قبل نقشه‌شو نکشیده بود به کی میان یه روز کار بدن؟ نمیشه که. باید یه کاری کنیم. باید این دوتا رو آشتیشون بدیم. یعنی به نظرت چی کار کنیم؟ بهش گفتم از جزیره بره. مشخص بود اونجا طاقت نمیاره. رفتنش هم به صلاح خودش بود هم من. مشکلی نیست، من حالم خیلی خوبه. اصلا نمیفهمم چی کار میکردم. میشستم خونه گریه زاری میکردم، قصه میخوردم. نه این کارو نمیکنم. دوتاشون رو یه جایی زندانی میکنیم. بهترین راه همینه. مثلا کجا؟ میریم جایزه بگیریم. دعوتش میکنم روی سن بیاد جایزه رو بگیره. اصلا نگاه هم نمیکنه. بعد که میرم پیشش حرف بزنم خیلی سرد و بیروح دستشو دراز میکنه. هر کاری ازم برمی اومد کردم دیگه. سعی کردم حرف بزنم، رفتم پیشش. دیگه خودش میدونه، من دخالت نمیکنم. تو آسانسور گیر کنن چطوره؟ ولی چجوری؟ تو گوش میدی چی میگم؟ آلپر میشنوم داداش، گوشم با توه. من یه نقشه دارم. ملیسا گوش نمیدی نه؟ چرا؟ گوش میدم. نمیدونم، خیلی خستم. دست همگی درد نکنه.
عصر جلسه ارزشیابی داریم. فعلا استراحت کنین. ساعت 7 سالن کنفرانس باشین. باشه؟ خوبه فعلا. من یه سر برم لابیو برگردم. چرا؟ کیفمو جا گذاشتم. ملیسا کیفت اونجاست که؟ کیف آلپر جا مونده. آره. خب زنگ بزن که بیارم. نه من زود برمیگردم. اصلا تو هم بیا. چطوره؟ بیا پایین با هم دیگه 2 تا قهوه بخوریم. تا 5 دقیقه دیگه بیا پایین. ملیسا قهوه چرا؟ بیا بریم استراحت کنیم. خیلی خسته ایم. میگم بریم پایین قهوه بخوریم، یکم حرف بزنیم. من کلی باهات حرف دارم آخه. ببین 5 دقیقه باشه. 5 دقیقه دیگه پایین باش. از پایین چیزی میخوای بیارم؟ خوردنی، نوشیدنی؟ 3 دقیقه دیگه پویرازو سوار آسانسور کن. آلپر داداشم میشنوم. چرا داد میزنی همینجا؟ میگم به نظرت بریم پایین یه نوشیدنی بخوریم؟ نه من حوصله ندارم. بگیم بیارم. نه دیگه این دفعه از دستم خلاصی نداری. بریم یکم دور بزنیم دلمون باز بشه، مردونه خلوت کنیم، یه گشتی هم میزنیم دیگه. ها نظرت چیه؟ چی میگی تو؟ چی دارم میگم؟ حاضریم. زود باش داداش. بیا بریم. زود باش. پسر مثل این که تو دیوونه یا ای بابا تو گیر دادی به من؟ همین یه بار، همین یه دفعه نشد یه بار یه چیزی ازت بخوام بگی بریم داداش همون کاریو که تو میگی بکنیم. 2 لقمه غذا میخوایم بخوریم از دماغمون در میاری. آخه چرا تو گدابازی در میاری آخه؟ ها؟ حالا ببین چی داره میگه. آره داداش آره، من همیشه خدا گدابازی در آوردم. داداش میای یا نه؟ داداش یه چیزایی بین من و ملیسا اتفاق افتاده. گفتم راجع به اونا با هم حرف بزنیم، یه چیزای خصوصی و جدید بگم برات. موافقی؟ بعضی وقتا باید تو رو گرفت و کتکت زد. جدی میگم. والا را بیافت. من برم دستشویی داداش، دارم میترکم، اوضاعم خیلی خرابه. اون کلیده رو بده لطفا. بیا پایین میری. نمیشه تا اونجا طاقت نمیارم. اوضاعم خرابه دیگه. گوش کن. اوضاعم بیریخته، خیلی داغونه جون تو. کلیده رو بده. برو پایین منتظرم باش. من تا 2 دقیقه دیگه میام. برو دیگه داداش. به چی نگاه میکنی؟ من تا 2 دقیقه دیگه میام. برو. الان دارن سوار آسانسور میشن. چی شد؟ نمیتونم. اینقدر فشارش نده خراب میشه. چی میگی تو؟ تا من دستم خراب شد. آره عجبا. رسما موندیم اینجا. نموندیم، همچین چیزی نیست. ای خدا، کسی نیست؟ کسی صدامون رو نمیشنوه؟ توی آسانسور گیر کردیم. آلپرم جواب نمیده. براو به تو. من شماره آقا کوتاهی رو نگرفتم. به کی زنگ بزنم حالا؟ ای بابا تعجب کردم. ملیسا، ما توی آسانسور گیر کردیم، کمک خبر کنین. ببین اورژانسیه ها. باشه من زود خبر میدم. داداشم به خدا خیلی ثواب کردی. همش 5 دقیقه وقت میبره. ما فکر همه جاشو کردیم، اصلا جای نگرانی نیست. حل شد. آره حل شد. داداش ممنونم، ببخشید. همش 5 دقیقه است. باشه. واسه چیز 5 دقیقه. تو
میدونی چقدر کلک زدم؟ واقعا این پویراز خیلی لجبازه. حاضران از اون بدتره، ولی آشتی میکنن، چاره دیگه ای ندارن آخه. به خاطر خودت میگم. یعنی یه تجربه متفاوت برات بوده. بالاخره آخرین بار بچه بودی که از جزیره رفتی بیرون. میخوام یه چیزی بهت بگم. همیشه کنجکاو بودم ببینم چی تو رو میتونه از جزیره بکشونه بیرون، اما حتی به ذهنم نمیرسید که مسببش همچین جلسات مجللی باشه. این جلسه حساب نمیشه. حالا هرچی. من برای اون نیومدم. پس چرا اومدی؟ از کی تا حالا از همدیگه حساب پس میگیریم؟ حساب پس نمیگیرم، دارم سوال میپرسم، جواب بده. چرا اومدی؟ اینا دارن چی کار میکنن؟ دعوا میکنن؟ از همین الان واقعا که برو به اون آقا بگو کاری که گفتیمو بکنه. بدو. خوب گوش کن ببین چی میگم. من اینجا فقط واسه مراسم تجلیل اومدم، نه چیز دیگه ای. اوکی؟ جایزمو میگیرم و بعدش هم از اینجا میرم. خب؟ نگران نباش، اوقات تلخی واسط نمیسازم، کاری بهت ندارم. یه زندگی خوب واسه خودت درست کردی. ما یه پایان خوش نداریم، نه؟ تو آدم خیلی خوبی هستی. تو هم همینطور. دلم نمیخواد ناراحت بشی، برای همونم. منم دوست ندارم تو ناراحت بشی. برای همین مشخصه نمیتونیم با هم باشیم. خب پس چی کار کنیم؟ بدون جنگ و دعوا تمومش میکنیم. طور دیگه ای نمیتونیم ادامه بدیم. فکرمون همش توی گذشته میمونه. همش همون چیزا یادمون میاد. این عکسو یادته؟ اولین عکسمونه. تو اینو یادته؟ اون روز چقدر دعوا کردیم. آره. اینو یادته؟ ببین اینم اولین عکسمون توی هتله.
میزنم. با اون یارو نگفتی؟ بهش گفتم بابا. داداش بخور، خیلی خوشمزه است مگه نه ملیسا؟ آره تو خوشت میاد، بخور. نمیخورم، اشتها ندارم. با اجازتون. چیزی نیاز نیست، همه چی ردیفه. همه چی خوبه عزیزم، ممنون. باشه، چیزی نیاز بود بگید حتما. ممنونم. شاید من یه راهی بدونم. فضا خیلی خوبه مگه نه؟ آره دقیقاً، خیلی سرگرم کننده است مگه نه پایراز؟ نباید اینجا می اومدم. من نباید اینقدر با عجله می اومدم ازمیر. ای بابا داداش، ما چی میگیم تو چی میگی؟ پسر خب حقیقت همینه دیگه. نمیشه، متاسفانه نمیشه. شما هم دیگه بی خودی تلاش نکنید. میبینین که باشه داداش، ما دیگه پیچی نمیگیم، هر جور که خودت راحتی. جفتتون خیلی لجباز هستین، شبیه خوکین. حالا قصه میخوری. حالا که اینطوریه، منم امروز یه زندگی جدید و نو رو شروع میکنم. جشن بگیرین. میبخشین؟ فردا افتتاحیه بزرگیه. خب نمیدونم بزرگه یا نه، افتتاحیه هست دیگه. راستش قبلا هم یه افتتاحیه داشتیم، ولی حالا هرچی، امیدوارم همه چی خوب پیش بره. درسته. خب پس با اجازت، خیلی از آشناییت خوشبختم. منم همینطور. درسته اولش خوب شروع نشد، ولی به نظرم بعدش همه چی حل شد. همه با من کنار میان. پسر به این با مزگی. من چیم؟ تو شبیه مار موزی هستی. دارم برات. منم دیگه برم پیش دردونه خودم. خیلی دلم براش تنگ شده، میدونی؟ بدون اون تاب نمیارم. خب تا پیش پاتون اومدم. داداش خوش اومدی. واکسنو زد؟ آره، ولی همه جای منو خط و خش انداخین. کوچولوی با مزت. داداش شرمنده. گوش و دندوناشو همه جاشو چک کردم، ماشاءالله حالش خیلی خوبه. دخترم مبارکت باشه. ممنون داداش فاتح. عشقم دردونم. چی؟ اوه خاله بیرجیکش، ببینین تمام معنای زندگی منه. ببین چه خوشگله. خاله چیه؟ اون دردانه که میگفتی گربت بود؟ نه اون گربه نیست، گربه خانم محترمه. خانم گربه. نه عشقم، منم امروز پیشنهاد ازدواج گرفتم. چی میگی؟ مثل خواب بود. اول دستمو گرفت و تو چشم نگاه کرد و گفت با من ازدواج میکنی؟ اصلا توقع نداشتم، یخ زده بودم جونتو، نمیدونستم چی باز بگم. چشم پر اشک شد. رسما دارم با سلما ازدواج میکنم. وای چقدر خوشحال شدم داداش فاتح، تبریک میگم. تبریک میگم داداش. جونتو خیلی خوشحال شدم. ایشالله قسمت همه. ایشالله داداش، ولی توی این زندگی جز دردونه کی دوستمون داره؟ بیا عشقم بیا. معلوم نمیشه تقدیر کی و کجا میاد دنبالت. مرغ اخشا خدافظ. مخلصیم داداش، بعدن میبینمت دیگه. با اجازت من برم. میگم اگه دوست داری فردام بیا. بازم بیام؟ آره بیا، کلی کار هست که نصفه مونده. من خوشحال میشم کمکم کنی، بعدشم خوشم نمیاد بعضی کار نصفه بمونه. برای همین الان برو، فردا دوباره بیا باشه.
اطاعت فرمانده. باشه. فردا صبح زود میام. باشه. پس فعلا خداحافظ. عشقم. باشه بریم، منم خیلی دلتنگتم. صبر کن وایسا. امشب بیا اتاقم، برات سورپرایز دارم. ای وای ببخشید، خیلی عذر میخوام. من میخواستم دوستم رو ببینم، انگار اشتباه اومدم. این چطوره؟ این که قلب تیکه تیکه بشه. از این به بعد این تویی که دشمنمی. اینم پولت، بیا بگیر. نمیفهمم چرا همچین کاری کردی تو. یکم دیگه میاد، برو روی تخت، رو به شکم باش. نه نمیخواد، منصرف شدم. تکیه بده. خوبه، پاتم بنداز روی هم دیگه. حالا شد. خب حله، همینجوری بمون. نمیخواد کاری بکنی، همینجوری بشین. فقط برای همین گفتی بیام همین؟ آره، هر چقدرم که بخوای بهت میدم. فقط با من اینجوری بازی کن، اوکی؟ چیز دیگه ای ازت نمیخوام. چرا همچین کاری میکنی؟ چون که بدجوری عاشقشم. چون دیگه نمیخوام عذاب بکشم. نمیخوام این درد رو تحمل کنم. من همه چیزمو بهش دادم، هر چی که داشتم. اگه میخواست جونمم میدادم، نه که ارزشی داشته باشه، ولی این کارو میکردم. وقتی که من تا عمق وجودم بهش جا دادم، میدونی با من چی کار کرد؟ قلبمو گرفت و به این روز انداخت. تیکه تیکه کرد، داغونم کرد، نابودم کرد. اون منو نابودم کرد. کاری کرد که رویا پردازی کنم. بعدش همه رویاهامو خراب کرد. خیلی دارم عذاب میکشم. امروز حسابی تفریح کردیم. شما دوتا صمیمی ترین دوستای منین. دیگه کسی نیست، به کسی هم نیازی ندارم. جز شما هم کسی درکم نمیکنه. حاضران خانم، میخوام با اجازهتون با یکی آشناتون کنم. البته بفرمایید. آقا شانر. ایشون هم توی کار توریست هستن، با هم همکاری میکنیم.
سراغ شما رو گرفت. منم گفتم تازه مشغول کار شدید. سلام، خیلی خوشبختم. خوشبختم. پویراس اونجا رو بی خیال، بیا به تفریحمون برسیم ها. مبادا بخوای کاری کنی یا جایی بری یا نه جونم، چیزی نشده. همینطوری اطرافمو نگاه کردم. یه چیزی بگو آلبرت. داداش میشه بریم هتل، موافقی؟ نه بابا، نشستیم کجا؟ بشینیم. شما میگین من چیزی نمیگم، اما در اصل این شما این که هیچی نمیگی. از اون موقع که ما داریم صحبت میکنیم داداش هیچی نمیگی، تو همطوری نشستی و نگاه میکنی. مگه نشون نکردین؟ ها؟ دیروز نبود مگه؟ نه انگار امروز بود. داره؟ پس حلقه هاتون کو؟ مشکلی هست؟ نه بابا، چه مشکلی؟ تو حلقه هامونو تو دستمون دیدی مگه صمیمی ترین دوستم شماها نیستین؟ البته که میبینم، مگه از دست میدم؟ بیاین همدیگه رو بغل کنیم. همه خیلی ناراحت بودن. ما هم گفتیم فعلا به کسی چیزی نگیم. این چه حرفیه؟ انگشترتو در بیار و دستت کن. کجاست؟ توی کیف تو هم بنداز. من واقعا نمیفهمم شماها پیش من چی کار دارین. برین قشنگ تفریح کنین، منم میرم هتل. نه داداش، امشب با همیم اومدیم پیش تو تفریح کنیم. یعنی چی؟ نمیشه داداش، من از صبح شبیه نگهبان بالا سرم هستین. برید بیرون قشنگ تفریح کنین. یالا. نه ما تنهات نمیذاریم. ملیسا ببین پویراس، امشب با همیم کوتا بیا دیگه. باشه پس من میرم. باشه؟ کجا؟ میرم هواخوری، برمیگردی نه؟ اینجا خوش بگذرونید، من برمیگردم. میای دیگه نه؟ آره البته اگه دخالت نکنی. این نمیاد. بله عمو لطیف. پویراس، فیلم کسی که بهت زده در رفته رو پیدا کردیم پسرم. با تو نبود، از اولم میدونستم. حالا کی هست؟ هنوز داریم بررسی میکنیم. عمو لطیف ببینین، من با کسی دشمنی ندارم، کسی هم با من دشمنی نداره. شاید واقعا ناخواسته بوده، تصادفی بوده. بهتره ولش کنیم، زندگی کسی رو خراب نکنیم. به نظرم شما هم دیگه بیخیال این کار بشین. بعدن حرف میزنیم. ممنونم. چیزی نیاز داری؟ نه نهیر جون مرسی، یکم پیاده روی کنم بعد میرم اتاقم. باشه پس شب بخیر. تو سینان؟ بازم خوشبختم، به امید دیدار. امیدوارم بازم ببینمت. کتای مرد عاقلیه، میدونه کجاها سرمایه گذاری کنه. آقای محترم، خوشحال میشم احترام خودتون رو نگه دارین. نگیم پسندت کردیم؟ چی داری میگی؟ مواظب رفتارت باش، برو رد کارت. میکشمت. پویراس ولش کن. عوضی میکشمت. پویراس ولش کن. میکشمت مرتی که عوضی. ولم کن. بریم کنار. تو مزاحم کی میشی؟ تو رو خدا پویراس. با کی اینطوری رفتار میکنی؟ چی کار ولم کنین. آقا پویراس رو ول کنید. ولش کنید. ولم کن. آزیران با من بیا. پویراس باشه، صبر کن، حق با توه، ولی صبر کن. آزیران میای یا نه؟ پویراس حق با توه، میگم یه لحظه صبر کن لطفاً. نمیدونستم شریکتون معشوقتونه. اونی که گفتید شریکتونه یه مرد بی شرف کثافت رذله. چنان بی احترامی به من کرد که پویرازم شنید بهش حمله کرد. حاضران خانم، حق دارید. به جای آقا شانر ازتون عذرخواهی میکنم، ولی فکرتون به هم ریخته است. جزیره کرلنگیج. آقا پویراز، اینجا یه تصمیم قطعی بگیرید.
فعلا همکاری نکنیم. به حسابداری اطلاع میدم زحمات امروزتون رو جبران کنه. حاضران چی شده؟ دیگه دنبالم نیایید. پویراز کجاست حاضران؟ گفتم ولم کنید. حاضران بازیم چطور بود؟ خوب کتک خوردی. دختره رو چی؟ اخراجش کردم ولی برمیگرده. مطمئنی برمیگرده؟ هر قدمی که تو زندگی برمیدارم ازش مطمئنم. این بار کارو دست اون احمق نمیسپرم. خودم کارو تموم میکنم. اول سهام حاضرانو میخرم، بعد هتل، بعد هم جزیره. همه چی مال من میشه. پویراز تو چی کار میکنی؟ پویراز؟ ببینم نکنه تو انتظار داشتی بهت گل بدم. منو تنها بذار. این جمله رو یادته؟ تو روی من داد زدی، بارها به هم گفتی منو تنها بذار. اصلا یادته چیا گفتی؟ من همه چی یادمه. تو نمیتونی ترکم کنی بری. من رفتم. خیلی هم خوب کردم. تو به هم گفتی برو، خواستی که برم، ولی من موندم. من پیش تو موندم، عین احمقا موندم پیشت، چون دوستت داشتم که موندم. میگفتم شاید درست بشه، ولی تو درست بشو نیستی. گفتی تنهات بذارم، منم همین کارو کردم. الانم تو منو تنها میذاری. باشه تو واقعا اینو میخوای؟ آره واقعا اینو میخوام. سعی دارم برای خودم یه زندگی تشکیل بدم، ولی اولین روز کاریم اخراج شدم فقط به خاطر تو. حاضران دیوونم نکن. یعنی چی دیوونم نکن؟ چیو دیوونه نکنم؟ همه چی دعوا و سر و صداست. من داشتم حلش میکردم، داشتم جوابشو میدادم. تو داری چی کار میکنی؟ من حالشو جا میارم، فهمیدی؟ هر کی بخواد به دست بزنه حالشو جا میارم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. باشه، چون تو هیچ کس من نیستی. اینو توی مخت فرو کن. پویراز متوجه نیستی؟ نمیبینی نمیشه که نمیشه؟ ما با هم حرف زدیم بازم نشد. نمیبینی نمیشه. حاضران من به خاطر تو اومده بودم اینجا. مراسم تجلیل و هیچ چیز دیگه ای واسم مهم نبود. اومدم دنبالت که ببرم جزیره، اما ای کاش که نمی اومدم. ای کاش تو هم هیچ وقت جزیره نمی اومدی. منم ای کاش هیچ وقت نمیشناختمت. بفرما، همش مال تو. کار و دوستات و همه چی مال تو. برو خوش باش. من ازت هیچی نمیخوام، فهمیدی؟ ای کاش هیچ وقت دوست نداشتم. من هیچ وقت دوست نداشتم. ازت متنفرم. من ازت متنفرم. اینو بدون که من از تو متنفرم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da
birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.